تا حالا شده بشینی درس بخونی یا کاری انجام بدی اما بعد از چند دقیقه متوجه بشی که فقط به صفحه خیره شدی و هیچی نمیفهمی؟ یه حسی بین بی‌حوصلگی، خستگی و بی‌هدفیه. اگه این حس رو میشناسی، این ویدیو دقیقاً برای توه. چون قراره یاد بگیری چطور فقط توی 5 دقیقه تمرکزت رو دوباره روشن کنی. تمرکز مثل یک عضله ذهنیه. وقتی ذهن زیاد کار میکنه و استراحت نمیکنه، خسته میشه و دیگه نمیتونه درست تمرکز کنه. حالا تصور کن داری یک پروژه بزرگ انجام میدی یا یک درس طولانی میخونی. مغزت داره تلاش میکنه اطلاعات رو پردازش کنه، اما هیچی ازش بهت نمیرسه چون باتری تمرکزت کم شده. وقتی چند کار رو همزمان انجام میدی یا پیام ها و نوتیفیکیشن های گوشی مزاحمت برات ایجاد میکنن یا اینکه بدون وقفه بدون استراحت کار میکنی، اون خستگی 2 برابر میشه. پس مشکلی نیست که تو تمرکز نداری، مشکل اینه که ذهنت خسته شده و نیاز به شارژ داره. و خبر خوب اینه که با چند تکنیک ساده میتونی اون شارژ رو سریع دوباره پرش کنی و تمرکزت رو برگردونی. بیشتر ما وقتی تمرکزمون میپره به خودمون گیر میدیم. میگیم من تنبلم، من نمیتونم، من تمرکز ندارم. در حالی که واقعیت اینه تمرکز از بین نمیره، فقط خسته میشه. و اگر بهش فقط 5 دقیقه استراحت درست بدی، خودش برمیگرده. بیایید همین الان یاد بگیریم چطور اون 5 دقیقه طلایی رو بسازیم. اول از همه باید مغز رو از حالت درگیری بیاری بیرون. یک نفس عمیق بکش، دم از بینی، باز دم از دهان. 3 بار تکرار کن. حالا چشماتو ببند، فقط به صدای نفسهات گوش بده. حالا یک سوال از خودت بپرس. الان دقیقاً باید روی چی تمرکز کنم؟ فقط یک جواب بده. فقط یکی. با همین سوال ساده مغزت دوباره برمیگرده به حالت تمرکز. الان پاشو. واقعاً پاشو. دستاتو بکش بالا، 1 دور توی اتاق راه برو، شونه هاتو بچرخون. میدونی چرا؟ چون وقتی بدن حرکت میکنه خون و اکسیژن بیشتری به مغز میرسه. اون لحظه‌ای که حس میکنی تمرکزت صفر شده، در واقع مغزت فقط دنبال یک جرقه اکسیژن میگرده. بعد از 1 دقیقه حرکت انگار مغز روشن میشه. همون حس اوکی، حالا میتونم ادامه بدم. از همینجا میاد. الان وقتشه برگردی سر کاری که داشتی. ولی این اشتباه رو اصلاً نکن. نرو سراغ کل پروژه یا کل فصل کتابت. فقط یک کار کوچیک انتخاب کن. مثلا بگو فقط 1 صفحه بخونم یا فقط 1 تمرین حل کنم. مغزت عاشق حس تموم شدن کار هاست. وقتی اون کار کوچیک تموم بشه، دوپامین آزاد میشه و اون حس انگیزه برمیگرده. همین دوپامین سوخت تمرکز بعدیته. حالا وقت پاکسازی محیطه. گوشی بذارش بیرون از اتاق. نوتیفیکیشن خاموش. وقتی شروع کردی سعی نکن سری جلو بری. آروم ولی عمیق پیش برو. هر چند دقیقه 1 بار 1 نفس عمیق بکش و به خودت بگو الان همین لحظه فقط همین کار. یک تکنیک ساده است اما جلوی 1000 فکر مزاحم رو میگیره. تمرکز یک مهارت، نه یک استعداد. هر بار که تمرکزت میپره و دوباره برش میگردونی، داری قوی ترش میکنی. یادت باشه فقط 5 دقیقه فاصله داری بین حالت گیجی و حالت تمرکز کامل. 5 دقیقه برای ریست، حرکت، یک کار کوچیک و حضور در لحظه. دفعه بعد که تمرکزت پرید به جای هرس خوردن، فقط این 5 دقیقه رو انجام بده. قول میدم تمرکزت برگرده.